خیلی خوش اومدید به کمدم. سلام، من مبینم و خیلی خوش اومدی به کانالم. امروز میخوام یه کاری انجام بدم که مدت هاست دارم عقبش میندازم، یعنی مرتب کردن کمد لباسام. کمدی که پر شده از لباسا و وسایلی که فکر میکنم یک روز بهشون احتیاج دارم، ولی واقعیت اینه که اون روز هیچ وقت نمیرسه. پس امروز تصمیم گرفتم که کمدمو مرتب کنم و جا واسه چیزهای جدید باز کنم. پس بیایید با هم دیگه ببینیم که چه چیزایی تو کمدم مونده که هنوز ارزش نگه داشتن داره. خیلی خوش اومدید به کمدم. خیلی حس عجیبیه، ولی واقعا نیاز داشتم که این کار انجام بدم و از اونجایی که فقط کمتر از 1 ماه مونده تا تابستون بشه، گفتم چه زمانی از این بهتر که این کار رو انجام بدم. واقعا نیازه. بریم کمدم رو نشونتون بدم. نترسید، فقط باشه. راستش رو بخواید انقدر مرتب نبود تا چند دقیقه پیش و وقتی که تصمیم گرفتم که باشم و این کار انجام بدم، گفتم خب یه ذره بذار مرتبش کنم که قابل رونمایی باشه حداقل، و این کاریه که میتونستم بکنم دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید باشه. امیدوارم که امروز همون بشه کلش، ولی امیدوارم چون وگرنه این اتاق بمب میزنن تا هفته آینده انگار و هیچ کاری دیگه نمیشه بکنی. بهتره که هرچی زودتر شروع کنیم. من همه رو دارم میندازم روی تخت. به نظرتون تصمیم درستیه؟ بعد درشون بیارم از کمد دیگه، نه؟ صبر کن. باید همه رو به 3 بخش یا حتی 4 بخش تقسیم کنم. یعنی چی؟ اون چیزایی که اوکی میپوشمشون و از خودم میپرسم که مثلا توی 1 ماه گذشته یا حالا توی 1 سال حتی نگاهشون کردم، پوشیدمشون، استفادهشون کردم یا نه. اگه توی این گروه هستن که اوکی میمونن. خوش اومدن. ولی اگه توی 1 سال اخیر نپوشیدمشون، تصمیم میگیرم که یا دور ریختنی هن و مثلا قابل پوشیدنی نیستن، خراب شدن یا هرچی، یا میتونم مثلا دونیتشون کنم بدمشون به کس دیگه ای، یا این که میمونن توی اون گروه مثلا وسط و اینا، مثلا دوستشون دارم ولی هنوز نپوشیدمشون. میتونم بخوام اجازه بدم که توی این 1 ماه 2 ماه اخیر ازشون استفاده کنم، ولی اگه استفاده نکردم دیگه میتونم دونیتشون کنم مثلا. به نظرم گروه بندی درستی باشه و همین. ممنون. فعلا همه لباسای بهار زمستونیه رو ریختم بیرون و الان فکر کنم که بهترین کار این باشه که اینا رو فعلا دسته بندی کنم که اینجا ذره خلوت بشه، بعد سری بعدی رو بریزم بیرون. یه چیزی مثلا میتونم بهتون بگم، من مثلا یه لباسایی دارم که مثلا شاید الان 10 ساله تو کمدم، من شاید اصلا نپوشیدمشون.
خب این به چه دردی میخوره؟ هنوز مده شلوار پاره؟ فکر نکنم. خب این فعلا یه دسته‌بندی کلی از لباسا و از کجا شروع کنم به جدا کردم؟ خب اینو نمیخوام، یعنی سالمه اوکیه ولی فوق کوتاست و من نمیپوشم، مثلا بهم نمیاد. مثلا همین این میره. بعضیشون هم گشاد شدن، اینه که گشاد شدن ولی دوستشون داری، اون سخته. اینو دیگه نمیپوشیم نه؟ حس میکنم. اینا هم نه، اینا همه گشاد شدن، یعنی اینم نه. اینو نباید بدم تو جینا در واقع، ولی یه گیره دیگه بذارم. گیره هم تموم میشه اون وقت دیگه. اینو این کریمه رو اینجا بذارم. این از شلوارا، اینا شدن شلوارا. اینا همه میرن. فعلا از شلوارا. اینا فعلا تیشرتان اینجا بمونن با اینا. این بخش یه پولیورا، اینا رو این دیگه اصلا این خراب شده، رنگ داده دیگه، شستمش و دیگه نمیپوشمش. خواه میشه تو خونه همینجوری پوشیدش. اینم نمیپوشم دیگه. اینا فعلا میرن اون بخش. اینا رو هم اصلا یادم نمیاد حتی یه بار پوشیده باشمشون. این هنوز اتیکتش هم بهشه. فکر نمی کنم اینو بپوشم اصلا. اینم که اصلا نپوشیدمش هیچ وقت و این که الان حس میکنم اصلا گشاده. اینم فعلا بره اون گروه. بره خلوت میشه. همه لباسا رو دسته بندی کردم. اونجا همه زمستونی هست که مثلا یا باید شستشن یا این که دیگه میتونن برن توی بخش زمستونی ها. اونجا همه پیرهن هست و بعضی ها رو که به نظر مثلا لازم نیست که تو کمد باشن و میتونم بذارمشون توی کشو، گذاشتمشون این وسط فعلا. و بخش اصلی کشوه نه کمد. و الان باید یه کاری که بکنم اینجا رو مرتب کنم و لباس تابستونی ها رو بیارم بذارم اینجا، چون لباس تابستونی ها باید برن پایین الان و اون بالا رو باید خالی کنم که همه این لباس هایی که دیگه الان نمیخوام برن سر جای لباس تابستونی ها.
میدونید وقت چیه؟ وقت اینه که اونا رو از اونجا بیاریم پایین. الان یه چند ساعتی میگذره، رفتم نهار خوردم، یکم استراحت کردم اینا. الان ساعت 7:55 است. قهوه‌مو درست کردم و برگشتم اینجا. میتونیم ادامه بدیم. کجا مونده بودیم؟ الان لباسای تابستونی و همه لباس خنک‌ترا رو کشیدم بیرون، جداشون کردم. این شلواراست. اوکی، از شلوارا شروع کنیم چون این میره نه؟ بای بای. این اتیکتش هنوز بهشه، هیچ وقت نپوشیدمش. اصلا نمیدونم چرا گرفتمش، راستش هیچ علاقه بهش ندارم. اون موقعی که گرفتم بهم تنگ بوده، الان شاید اندازم باشه ولی ازش خوشم نمیاد یا فکر نمی کنم هم بپوشمش. مثلا همین میذارمش کنار واسه میدمش بدن به کسی. این که دیگه خراب شده اصلا، این هم میتونه بره. خالی شد این بخش. بعد میمونه بولیزا. تیشرت ها خوبن، یعنی فکر کنم یعنی میپوشمشون، فقط که من دوست دارم همه رو به رنگ حداقل جدا کنم. سعی میکنم همه رو رنگ بندی کنم. نظرم قشنگ میشه وقتی که رنگ بندیشون میکنی، وقتی که کمرت رو باز میکنی همه مثلا به رنگ اینجوری مرتبن، اصلا یه حس دیگه‌ای بهت میده، اصلا خیلی قشنگه اونجوری. و اینکه مثلا اون روز صبح که پایشی میگی که اوکی مثلا امروز میخوام آبی بپوشم، میدونی که فقط اون تیکه رو باید نگاه کنی، بعد دیگه میدونی دیگه. مطمئنا رنگ مورد علاقه‌مو از لباسام شاید متوجه شده باشید. خدایش تا اینجا که این سفیدا، این آبی کرما، اینا رو جدا زدم. خدایش حس حال قشنگی میده همینجوریش همه جدا دسته بندی شدن. تا جایی که متوجه شدم که زیاد رنگ و اینا نداریم تو لباسامون. یه ذره باید بیشتر رنگای مختلف بگیرم. قشنگ شد، خیلی قشنگ شد. میمونه اینا با اینا هیچی، با اینا رو همینجوری میذارم بمونن دیگه. یعنی نمیذارم اینجوری بمونن. چرا اینا اینجوریه؟ داشتیم میگفتیم که اونا اونجا نمیمونن، بعد بدنمشون به یه گیره جدید. این گیره ها رو کلن رنگا با رنگ میدارم، چون کلن چیزاییه که مثلا هر از گاهی مثلا قرار بپوشمشون.
میدونید چرا یهو این زد به سرم که این کارو بکنم؟ واسه اینه که وقتی که صبح پا میشم 3 ساعت جلوی اون کمدم و آخرش همون چیزهایی که مثلا دارم هر روز میپوشم، هر هفته میپوشم. یعنی این همه لباس آخرش فقط 10% از اون چیزهایی که مثلا داری و میپوشی. خب این به چه دردی میخوره؟ اگه نمیخوای بده بره، اگه میخوای بپوشی بپوش دیگه. بعد تا وقتی مثلا هی رو هم دیگه اینجوری جمع میشه، مثلا میری خرید، مثلا میگی اوکی بذار اینم بخرم، ولی خب شاید داری. مثلا من اگه مثلا امسال برم دوباره یه تیشرت سفید بخرم، یعنی بزرگترین اشتباهی زندگیمو دارم انجام میدم دیگه. چرا مثلا تیشرت سفید مگه من میخوام؟ مثلا اوکی مثلا رنگای مختلف میتونیم بگیریم، ولی دیگه سفید دیگه اوکی که مثلا پر کار برده، ولی تا یه حدی به نظرم میره. این فکر کنم میشه اون گیره‌ای که یه ذره بهشون شک داری. یا این تابستون من اینا رو باز با اونجا نگرشون میدارم. اگه یک کدومشون رو پوشیدم اینا رو شاید، ولی اون دوتا رو فکر نمی کنم. اینا آره اوکی. تمام. باورم نمیشه این بخشم تمام شد. بذاریمشون کمد. به نظرم که بامزه شد. فعلا این چند تا تیک آسین بلندا موند، ولی واقعا هنوز معلوم هوا سرده، گرمه، خنک چیه. پس فعلا اینا رو میذارم اینجا بمونن، ولی مطمئنا تا 2 هفته دیگه فکر کنم دیگه میتونم اینا رو هم جمع کنم. این تیکه دیگه تمام شد. فعلا هنوز چند تا تیکه مثلا آسین بلند و اینا مونده، اونا رو میذارم بالا. اینا رو فعلا گذاشتم اینجا و فکر کنم دیگه فعلا میتونم درش رو ببندم و میتونیم بریم سمت کشوا. اینجا واقعا چیزهایی هستش که واقعا شاید 10 سال دست نخوردم. بس خسته شدم. جداشون کنیم. اینا بعد بندازمشون دور. این واقعا 5 ساله تو کشور بدون اینکه دست بخوره. این سالمه. یادش بخیر، مال زارا بود. یه مدت فقط اینو میپوشیدم. واقعا بس. وای یادش بخیر. چند وقت پیش، 5 سال پیش اینا خیلی مد بود، ولی جنسش خوب بودین. مثلا معمولا میبینی دیگه سفیدن که جنسش خوب نباشه زرد میشه، ولی این جنسش خوب بود. نمیخوام تبلیغ کنم ولی هنوز سفیده و زرد نشده. من واقعا نمیدونم اینو من نگه دارم. این حیفه. این خیلی خوشگله. خیلی بامزه است. تو خونه که میتونم بپوشمش،
تو خونه میپوشمش. ای خدا. بعضی چیزها رو واقعا دارم سعی میکنم نندازم دور، ولی واقعا دور ریختنی هم. ولی یه جور وابستگیه که مثلا سالیان سال دارن همراهی میکنن و خب میگم خب هنوز پاره نشدن که هنوز میتونن همراهی میکنن. ولی واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که هر از گاهی این کار رو انجام بدید. یه عالمه چیز نگه می‌داریم که فقط جا میگیرن. هی میگیم شاید یه روز لازم بشه، ولی اون روز هیچ وقت نمیاد. آخرش چی؟ کمد پره ولی هیچی برای پوشیدن نداریم. خب اگه نمیپوشیش بده بره، خودت هم راحت کن. یا مثلا بعضی وقتا واقعا از یه چیزی خسته میشی ولی جنسشون خوبه و خراب نشدن و میگه خب بذار حیف هنوز بذار یه دوبار دیگه بپوشمشون. اونه که اذیت میکنه. جنس خوبم اونجاست که اذیت میکنه. میگه بیا ازش خسته شو. اینجا تموم شد. الان وقت چیدمانه. خیلی مرتب شد. اوکی. فکر میکنم تا حالا اینقدر به رنگ همه چیزا چیده باشم. فکر میکنید تموم شد؟ میخواد بدونید ساعت چنده؟ چون خودم نمیدونم. نه ربع. زودی برمیگردم. کشورم خالی کنیم دیگه، تا اینجا این به نظرم. واقعا دلم تابستون میخواد و لباسای خنک. این کشور بیشتر همه لباس خواب و اینجور چیزاست، اصلا یه چیز خاصی نیست. خسته شدم. ولی واقعا
حس قشنگی میده. بریم بچینیمشون. اینجا رو تموم شد. کاش کمربندش رو در بیارم قبلش. یه کیسه برم واسه اینا رو هم بیارم و تمام. تمام. وای واقعا سبک شدم انگار. بالاخره تموم شد. خیلی سخت بود ولی الان خیلی حالم خوبه. حس و حال خیلی خوبی دارم. اتاقم خیلی مرتب شده. کمودا یه عالمه واسه شون جا باز شده و همچنین واسه کشوا و این خیلی قشنگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه و تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش.